بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان گرامی، امیدوارم صحتمند و خوب باشید. فریبا احمدی هستم، در خدمت شما می باشم با ویدیوی آموزشی درسی. در این ویدیو یک مدل از حجره نباتی را تهیه خواهیم نمود. موادی که برای تهیه این مدل مورد ضرورت می باشند عبارتند از کارتن، قیچی یا چاقو، چسب، کاغذهای رنگه، تصاویری از اجزای داخل حجره نباتی، خطکش، قلم یا پنسل. روش کار چگونه می باشند؟ حجرات نباتی معمولاً دارای ساختارهای منظم هندسی هستند که مدعی فعالیت یک شکل 6 ضلعی حجره نباتی را در نظر گرفتیم. دو 6 ضلعی منظم روی کارتن رسم کرده و قیچی می نماییم و این دو 6 ضلعی را طور با همدیگر نصب می کنیم که یک شکل 3 بعدی منظم هندسی را به خود بگیرند. حال به خاطر وضاحت بهتر اجزای داخل حجره نباتی ما از کاغذ رنگه استفاده کرده و روی این سطح 6 ضلعی را پوش می نماییم. حال دیوار حجروی حجره نباتی را می‌خواهیم آماده کنیم. یک 6 ضلعی منظم میان خالی از کارتن آماده کردیم به اندازه 6 ضلعی که قبلا ساخته بودیم و به خاطر تفکیک بهتر این 6 ضلعی را از رنگ کاغذ زرد پوش می‌گیریم. دیوار حجروی آماده شد. حال میریم غشای حجروی را آماده میکنیم. با استفاده از کارتن یک 6 ضلعی منظم میان خالی خردتر از دیوار حجروی آماده میکنیم و به خاطر که تفکیک شود از سایر اجزا با استفاده از کاغذ رنگی این را پوش میگیریم. غشای حجروی آماده شد و سایر اجزای داخلی حجره را تصاویرشان را بالای کارتن به این قسم آماده کردیم. و حال میریم تمام اجزای داخل حجره را در حجره به صورت منظم جابجایی کنیم. در ابتدا 6 ضلعی که در مرحله اول تهیه کردیم این نمایندگی یا بیانگر سایتوپلازم حجره می باشد. مرحله بعدی دیوار حجروی است. دیوار حجروی را در اطراف از سایتوپلازم قرار میدیم. غشای حجروی و حال تمام اعضای داخلی حجره را جابجا میکنیم. هسته این را چسب میزنیم. کلروپلاست، واکیول، دستگاه گلجی، مایتوکاندریا، اندوپلازمیک ریتیکولوم، رایبوزوم،
و لیزوزوم. این هم یک مدلی از حجره نباتی. امیدوارم برایتان مفید و واضح بوده باشد. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.